به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. درود. من مومین احمدی با همکارانم خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را پیشنهاد میکنم. امروز 7 اپریل است. نمونه از گزارش‌های برنامه. در روز جهانی حفظ سلامتی 10 نفر برای تشخیص رایگان به بیمارخانه استقلال شهر دوشنبه آمدند. هر روز به پول نباشد، همین یک مدت یک بار به پول باشد. زنی عرابه‌کشی که در خیابان‌های دوشنبه ظرف‌های پلاستیکی پرتافته شده را جمع می‌کرد، بعد گزارش رادیو آزادی زندگیش تغییر یافت. بعد استیمکای شما من صاحب خونه شدم، الحمدلله با یاردم شما، با یاردم آدمای خیر. وکیلان قرغیز به پدافیل‌ها یا افرادی که کودکان را آزار جنسی می‌دهند حکم قتل را سزاوار می‌دانند. به پدافیل‌ها هرگز نباید شانس داد. وقتی فرزند را از دست می‌دهی، این از همه درد سخت است. مذاکره یک هفته‌ینه هیئت تاجیکستان با جانب قرغیزستان در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور در بیشکک به پایان رسیده است. هیئت تاجیکستان روز 1 اپریل برای مذاکره با همتایان قرغیز خود به بیشکک رفته بودند. حکومت قرغیزستان و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 7 اپریل در یک خبرنامه مانند به هم گفتند که گروه‌های کاری جلسه‌های خود را برای تعیین و علامتگذاری مرز دولتی ادامه خواهند داد. گروه‌های حکومتی مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان از این پیش از 10 تا 16 مارس در دوشنبه نیز چنین نشست داشتند. معلوم نیست که دو جانب درباره تعیین و علامتگذاری چند کیلومتر دیگر مرز به موافقه رسیدند. پس از مناقشه خونین ماه سپتامبر سال گذشته در مرز دو جانب تلاش میکنند که جزئیات نشست‌های خود را رسانه‌ای نکنند. و خبر دیگر از دوشنبه 10 نفر امروز در نزد بیمارخانه استقلال شهر دوشنبه جمع شدند تا از تشخیص پزشکان گذرند. دلیل یک باره به بیمارخانه ریختن ساکنان اعلان تشخیص رایگان بود. مقامات گفتند که به خاطر روز جهانی حفظ صحت ساکنان را رایگان تشخیص میکنند. همکارم براد یوسفی در این باره گزارش تهیه کرده است. در صحن بیمارستان استقلال دوشنبه آدمان زیاد در نزد تشخیصگاه‌های سیار و میزها نشسته برای تشخیص و مصلحت نوبت می‌پاییدند. وزارت تندرستی تاجیکستان در روز جهانی صحتی اقدام تشخیص رایگان برگزار کرده بود و نوبت‌پایی مردم هم به همین ربط داشت. در اینجا تمام سرمتخصصان صحوی اشتراک دارند و مردم با اون نفرانی که مراجعت کرده استودند خدمت طبی رایگان رسونده استودند. برخی نفران از این فرصت استفاده کرده از چند تشخیص می‌گذاشتند. اومدم آنالیز ویچ، هپاتیت اس، هپاتیت ب، روسیگا از تشخیص چشمم گذاشتم به حد خوب. من تشخیصایی که گذاشتم کمش ده 250 300 سومون قریب راست خود میشد، برای که وزیر من نتونستم که یگان درون ده مثلا در این یگان اپاراتوی چیشون کمتر پرابلم داشته نتونستم. ساکنان با استقبال از اقدام روز تشخیص رایگان میگویند اگر چنین معرکه ها بیشتر برگزار شود کمک خوبی به مردم خواهد شد. زیرا اکثر مردم نیازمند امکان پرداخت تشخیص های طبی گران ارزش را ندارند. قیمت است برای مثل آدمای کم بزاعت بسوران قیمت است. بعضی برای هم دکتر نمیرن چون که ندارن مبلغ. دکتر خوب باشد ارزون. لیکن دکتری اگر تجربه نداشته باشه به ما این نمیشه. هر روز به پول نباشد، همین یک مدت یک بار به پول باشد. در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری بخش تندرستی در تاجیکستان برابر حدود 2% تولیدات ناخالص ملی در کشور است که به گفته صاحب نظران خیلی کم میباشد. طبق آمار رسمی سال 2022 به بخش تندرستی همگی 2.2 میلیارد سومانی از بودجه کشور اختصاص یافته است که برای تامین کامل فعالیت این ساحه ناچیز دانسته می شود. به این دلیل در بیش از 30 سال بعد از کسب استقلالیت بخش تندرستی تاجیکستان با کمبود پزشکان و پرستاران روبرو است. برنامه را دوام می‌دهیم. سرنوشت یک زنی که با کودکان نابالغش در خیابان‌ها ظرف‌های پلاستیکی پرتافته را می‌غنداشت پس از گزارش رادیو آزادی تغییر کرده است. سلامت رجب‌آوا که در خانه اجاره می‌زیست و به سختی پول اجاره پیدا می‌کرد صاحب خانه خود شده است. او می‌گوید چنین گردش در زندگیش را تصور نمی‌کرد. علیشیر ظریفی
و شهلوی عبدالله در مکان نوی زیستش با صباحت صحبت کردند. فاطمه و زهرا سرگرمی بازی‌های کودکانه‌اند. یک هفته پیش همراه با مادر منزل اجاره را ترک کرده به خانه خود آمدند. تا 1.5 سال پیش آنها روزی خود را در کنج عرابه در بازار کاروان سپری می‌کردند. یک گزارش رادیوی آزادی زندگی مادر 4 کودک را تغییر داد. 1.5 سال پیش راستی گپ ما 4 کودک مقطع عرابه می‌کشیدم. کودکان درون عرابه دا کار می‌شدن. بعد همه عذاب коробка салфан баклашко хам мусорг мегуфтим ки барои зиндагим пеш барава барои кӯдакам як брида нони ҳалол бихӯрам. ба ами рост гап як зана гуфт ки радио озодӣ бара радиои озодӣ гуфт туда кӯмак мекунам гуфт ҳатман тура кӯмак мекунам гуфт тура ноумед намекунам. хайна омадем сёмка кардем баъди сёмкаи шумо ман соҳиби хона шудам алҳамдулилла ба ёрдами шумо ба ёрдами одамои хайр. زندگی سخت باعث از تحصیل دور ماندن سنت‌الله پسر این زن شده بود. حالا از پای آموزش است. بچه‌م نصیب کردگی باشه مکتب رفته است. شکرانه خدا الحمدلله مکتب میروه. مکتب 45 میخونه. صنف 3 میروه. باید 4 بروه صنف 3 میروه. این بیبی فاطمه، بیبی زهرا، بیبی مریم یارا صادق تا تغریشان کردم. نصیب کردگی باشه روز دوشنبه صادق میرون. اگه با یارا صادق تا تغریق کردم با ایقافای کاروباری خودم، ایقافای زندگی خودم. کجا دا کار میکنم ولی نامعلوم جای کارم انیق نیست. سلامتی 36 ساله میگوید وقتی عروبکشی میکرد تنوع معلومات اطرافیان او را اذیت میداد و حالا مناسبت نسبتش تغییر یافته است. صاحب خانه شدم با معامله‌هاشون دیگه خیر شد. قطعا دیگه خیر رفتار میکردن. پیشتر نمیفهمیدن که پیششون بیام قطعشون گپ زنم قطعشون سلام کنم نمیفهمیدن. حاضر با معامله‌هاشون خوب شدگم که حرمت میکنن حوزه کن. گفتی گپو که خانه ما باور هیچ نمیرسه و просто که آدم پاس میزنن. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث میکردند که چرا با وجود بد بودن وضع زندگی این زن فرزندی زیاد به دنیا آورده است. سلامت این را امری تقدیر میداند. از سوی دیگر شوهرش نیز میخواسته است پسر به دنیا بیاورد. شوهر او به گفته‌اش برای دختر تولد کردن او را رها کرده است. در پی نشر گزارش رادیوی آزادی شخصان خیرخواه در اول به او لباس و خوراک دادند و سپس مهاجران کاری تاجیک در روسیه برای خریدن خانه مبلغ جمع کردند. در تاجیکستان شخصان به مانند سلامت رجبова که زندگی مشکلی را پس سر میکنند کم نیستند. آنها میگویند یاری دولت کافی نیست. حالا سلامت میخواهد فرزندانش آموزش گیرند و آنها را با مهنت حلال بزرگ نماید. برنامه را با گزارشی از قرقیزستان دوام می‌دهیم. در قرقیزستان می‌خواهند به پدافیل‌ها آنهایی که کودکان را آزار جنسی می‌دهند حکم قتل داده شود. اکثر وکیلان قرقیز از طرح چنین جزا به پدافیل‌ها را پشتیبانی و آن را به پرزیدنت کشور پیشنهاد کردند. در گذشته در قرقیزستان پیشنهاد شده بود که پدافیل‌ها را اخته کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم می‌کند. احتمال حکم قتل را دیگر باره به کودکس جنایی قرقیزستان برگردانند. فعلا طبق قانون اساسی این کشور حکم اعدام منع است. وکیلان پارلمان پیشنهاد دارند که توسط رایپرسی عمومی حکم قتل را به قانون اضافه کنند. بیشتر وکیلان از تشبث دستگیری نمودند. یکی از آنها اسلامبek ملیف است. ما اصرار می‌ورزیم که بجز از خداوند کسی حقی از زندگی محروم کردن نفری را ندارد. پس منطقاً نفر قاتل نقش خدا را به خودش نسبت می‌دهد. مسئله در همین است. وکیل دیگر قرقیز نیز جانبداری به حکم قتل محکوم کردن شخصان کودک‌آزار یا پدافیل میباشد. به پدافیل‌ها هرگز نباید شانس داد. وقتی فرزند را از دست می‌دهی این از همه درد سخت است. در همین حال مخالفان برقرار کردن حکم قتل دلیل‌های خود را پیش می‌آورند.
آنها میگویند کامل نبودن نظام دادگاهی قرقیزستان میتواند به حکم قتل گرفتن شخصان بیگناه سبب شود. چند پیش در ولایت جلال آباد یک نفر را با اتهام کودک آزاری غیر قانونی پشت پنجره انداختند. وی بعد رهایی از زندان توانست بیگناهیش را ثابت سازد، زیرا وی معیوب بود و نمیتوانست کسی را تجاوز کند. اما در صورت رایج بودن حکم قتل وی کیها در آن دنیا می بود و امکان سفید کردن خود را نمی داشت. وکیل میدر علیف هم میتواند ده حالت را از تاریخ و تجربه دولت‌های دیگر نقل کند که چگونه خطای تفتیشات و دادرس‌ها باعث به حکم قتل گرفتن شخصان بیگناه شده است. سال 1996 سازمان ملل متحد تحقیقات منصفانه گذرانید. آنها میزان جنایتکاری را در میان کشورها و ایالت‌هایی که در آنجا حکم قتل عمل می‌کند و هم در دولت‌هایی که استفاده نمی‌شود مقایسه نمودند. متاسفانه فرق زیاد نبود. یعنی جنایتکاران را وجود حکم قتل از کردارشان باز نمی‌دارد. حکم اعدام یا قتل در قرقیزستان عملاً تا سال 2007 در روی کاغذ وجود داشت. دادرس‌ها چنین حکم را صادر می‌کردند اما اجرا نمی‌شد. پرزیدنت هر سال مراتوری را دراز می‌کرد تا آن دمی که 16 سال پیش جزای قتل به سال‌های طولانی زندان و یا حکم ابد عوض گردید. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ می‌خواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد. باغی را که در کلاب در آن نمونه‌های از آثار و خیابان‌های تاریخی کشورهای اروپایی گذاشته شده بود رو به خرابی آورده است. این باغ با حضور امامعلی رحمان پرزیدنت کشور باز شده بود. این مکان را مقامات یک جای تفریحی و مکان برای آشنایی با مکان‌های تاریخی کشورهای اروپایی می‌دانستند. محمود جان رحمتزاده به تماشای این باغ رفته است. باغی به نام میر سعید علی حمدانی در شهر کلاب. آن را پرزیدنت امامعلی رحمان سال 2019 باز کرد. در آن نمونه از برج 30 متری ایفل و گونه خرد خیابان اروپایی ساختند. حالا اکثر مکان‌های تفریحی این باغ تعمیر طلب شده اند. رمزی پیاله و چاینک آن زمان شکل دیگر داشت. حالا آن خراب و تعمیر طلب شده است. مسئول نگهداری باغ حکومت کلاب است. فقط یک تا باغ او خودش چی مبلغ دوری چی مثال راسخو درمو درونی باغ مثال چی شود نه چه مجاوی نیم چه خضرات شده نمیشکلی وجودن میگیرن. اینجا باغ میر سعید علی حمدانی شهر کلاب است. سال 2019 با مبلغ گذاری تلک بنیاد شده است. الکی دیده می شود اکثر درختان ارچه آن خشک شده. در باغ علف‌های بیگونه رویده است. مسئولان باغ میگویند که آنها به پاککاری باغ و برقرار کردن درختان آن مشغولند. اما این کار کی انجام می شود مسئولان باغ دقیق نگفتند. این نمونه تلفن خاص خیابان‌های اروپایی عصر گذشته تا چندی پیش در نزد برج ایفل بود. حالا آن را در یک کنج باغ گذاشته‌اند. سببش را رهبر باغ در تعمیر طلب بودن آن عنوان کرد. این پیکره طاووس هم هنگام بازگشایی سبز و پر از گل بود. دیگر گل در اطراف آن دیدن نمی شود. سفالک راوروها شکسته است، علف بیگانه جای سبز را گرفته است. برخی چراغ‌های باغ هم شکسته اند. گرد نشان نیز 6 ماه می شود محکم است. پرزیدنت به نگاهبین این باغ تاکید کرده بود. مردم خوب است. ما فکر میکنم که یک دو سه سال پس دیگر پرابلم خیلی حل فصل میشن. مردم صاحب کار و جای زندگی نصب میشن. یک جان تشکر رحمت کلام باغ‌ها را نازی کنید. سلامت. باغ مرکزی شهر کلاب در 9 هکتار زمین ساخته شده است. در باغ 15 دستگاه برای بازی کودکان نصب شده بود. برخی از آنها الکی از کار مانده است. رهبریت باغ میگویند با بیشتر شدن مشتریان در فصل گرما آنها را دوباره تعمیر میکنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، شهر کلاب. با پایان برنامه هم رسیدیم. خبرهای نو را هر ساعت در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، ادناکلاسنیک و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. با وبسایت www.azadi.org سر زنید. تا برنامه های دیگر خوش باشید. خدا نگهدار.